سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزانم و به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدید. چند وقت پیش من یه کوئسشن باکس گذاشتم تو اینستاگرام. گفتم که اگر که سوالی از من دارید توی این باکس بپرسید، من جوابشون میدم و تو ویدیوی امروز قراره که به اون سوالایی که از من پرسیدین جواب بدم. پس تا آخر ویدیو با من باشید. سوالا رو اینجا نوشتم به خاطر اینکه گوشیم داره فیلم میگیره. اینجا نوشتم که از روی دفترم بخونم. اولین پیامی که توی اون کوئسشن باکس گرفتم اینه که آب مرداد بذار. فکر کنم ازش این بود که رپ آب مرداد بذارم. الان امروز 10 شهریور، من هنوز رپ آب مرداد رو ضبط نکردم چون که مرداد ما خیلی کتابای جذاب زیادی نخوندم. خیلی دست و دلم بهش نمیره که بخوام در موردش ویدیو بگیرم، ولی اگر که بتونم حتما در اولین فرصت ویدیوشو ضبط میکنم. مرسی که پیگیرید. دومین سوال اینه که چرا کتابای در ژانر فانتزی رو خیلی کم معرفی میکنید؟ خب چون کم خوندم ازش. من ژانر فانتزی همچین اونقدر زیاد نخوندم که بخوام کتابی رو معرفی بکنم در موردشون توی اون ژانر، ولی خب اگر که چیزی بخونم حتما میام میگم بهتون. سوال بعدی اینه که وقتی کسی بهت هیت میده چطور آرامشتو حفظ میکنی؟ ایگنور میکنم، یعنی نه جوابی میدم نه چیزی. اگر اونایی که خیلی دیگه چیز باشه و واقعا نیاز باشه که جواب بدم و یه چیزی میگم، ولی اکثر اوقات ایگنور میکنم. بعد اونقدر من کامنت هیت نمیگیرم. یعنی اون اولا که فعالیتم شروع کرده بودم، یکی از بزرگترین استرسایی که داشتم این بود که نکنه کامنت هیت بگیرم. بعد خیلی سرش پیگیر بودم، مثلا هر ویدیویی میذاشتم حتما کامنت ها رو خیلی زود چک میکردم. اینجا بودم که نکنه یکی یه حرفی بزنه فلان. بعد از یه مدتی دیدم که نه، کامنت هیت نمیگیرم، خیلی کامنت های قشنگی داشتم میگرفتم. شاید یکی دو تا که چیز خاصی هم یادم نمیاد، مثلا کامنت های هیت گرفتم یه بار. همین دیشب داشتم یوتیوب رو چک میکردم، دیدم یکی توی اون ویدیوم که بوک هال کتابایی بود که جدید خریده بودم، بعد توش یه دونه آنباکس کتاب کردم که برام اسپانسرمون فرستاده بود. بعد توش مثلا یه هایلایتر و یه دونه قهوه هم گذاشته بود. من سرش خیلی ذوق کردم. بعد یکی کامنت گذاشته بود که چی سر یه هایلایتر و قهوه فوری ذوق مرگ نشی. بعد من دیدم که براش کامنت گذاشتم که اضافه دیر گفتی، من ذوق مرگ شدم رفت. یا مثلا سر ولاگ کتاب خوندن کتاب من خیلی انتظار کامنت های هیت داشتم ولی اصلا کامنت بدی نگرفتم. اونایی هم که کامنت هیت بگم، ببین بیشتر سر کامنت های هیت گرفتن اصلا خورد نمیشه. بعضی وقتا سر یه سری سوالا، یه سری دایرکت ها، یه سری مثلا پیام‌های ناشناس که برام میفرستن، اینطوری هم که آخه این چه سوالیه. بعد اینطوری هم که اصلا خورد میشه، ولی اونا رو هم دیگه دارم ایگنور میکنم. یعنی خودم رو دیگه موظف نمیدونم که حتما دایرکت ها و کامنت ها و همه پیامام جواب بدم. نه، واقعا اگه یه پیامی رو ببینم که ارزش وقتم و نظری که روش وقت بذارم ارزش اعصابم نداشته باشه، صرفا ایگنور میکنم. سوال بعدی اینه که اگه زندگیت یه فیلم بود اسمشو چی میذاشتی؟ زندگی من زندگی فرزانه، همچین چیزی دیگه. خیلی چیز سختی روش نمیذاشتم، خیلی پیچیده‌اش نمیکردم. زندگی فرزانه شاید میذاشتم. آره، اسم فیلم زندگیمو. یکی دیگه گفته صرفاً جهت یادآوری حجم. داستان این حجم چیه بچه ها؟ بذارین براتون مفصل تعریف بکنم. این مثلا یه نمونه از کامنت هیت گرفتن و واکنشی که من نسبت بهش داشتم. من اون موقع که یه دونه ویدیو گذاشتم که رفته بودم بیرون داشتم کتاب میخوندم، یه ولاگ کتاب خوندن خیلی جمع و جوری گذاشتم، خیلی هم کامنت های قشنگی گرفتم و خیلی فیدبک های مثبتی ازش گرفتم. یه نفر، یک آقایی برای من کامنت گذاشت که برای من به من دایرکت داد که بانوی فرهیخته، یه همچین چیزی، شما که داری کار فرهنگی میکنی دیگه از حجم و برآمدگی سینه هات سوء استفاده نکن، یه همچین چیزی. و من چونم what the fuck، واقعا یعنی چی این کامنتی که تو به من دادی؟ بعد رفتم پروفایلش رو دیدم که خودش از این است که کلی هایلایت نمیدونم فروغ فرخزاد و شعر و کتاب و ادبیات و این چیزا داره.
بعد دایرکتش رو استوری کردم، ولی مثلا آیدیش و اینا رو پاک کردم. بعد دوباره شروع کرد به من دایرکت دادن که خانم ادعای فرهنگت میشه فقط از کتابخونی اداشو دارین شو آف میکنین، چرا پیام منو استوری کردی، من کلی فالوور مشترک باهات دارم و اینا. بعد من دیگه اصلا جوابشو ندادم، ولی اصلا کلا جوابشو ندادم، ولی اینطوری بودم که ببین من اصلا ادعای فرهنگ و فرهیخته بودن و هنر و این چیزا نمیشه، من نمیدونم اصلا ادعایی تو این زمینه ندارم. بعد خیلی عصبانی شدم که یعنی چی تو داری به من به عنوان یک زن میگی که داری از حجم سینه ها سوء استفاده میکنی. سوء استفاده چی میکنم؟ چی میگی؟ چی زدی؟ ساقیت کی بوده؟ من چه سوء استفاده ای تو این زمینه کردم؟ یعنی من بیام بدن خودم رو سانسور بکنم به خاطر اینکه توی احمقی که تو کلت پهن گاوه فکر نکنی که من دارم از بدنم سوء استفاده میکنم؟ یعنی چی؟ و واقعا اینجا بود به این درجه رسیدم که به این میخوام بهتون بگم که واقعا زن بودن توی ایران تو چه کار بکنی، مثلا چه بخوای پیج داشته باشی، هر چیزی، هر نفس بخوای بکشی میگن که تو داری از اندامت سوء استفاده میکنی تا زنده بمونی. گمشی بابا. اصلا این دوستمونم که پیام داده صرفا جهت یادآوری حجم داشتن اون قضیه رو یادآوری میکنم و واقعا قضیه بیخودی بود. میدونی مثلا اگه یکی بخواد همچین چیزی بهم بگه آره من شرفش رو میبرم، ولی چیزی دیگه باشه مثلا او ایگنور میکنم. خیلی ناراحت شدم سر این قضیه. یعنی اینطوری بودن که واقعا ما هنوز چقدر راه داریم، چقدر چه آدمای احمقی توی دنیا دارن زندگی میکنن، چقدر راه داریم تا بخوایم اینا رو آدم بکنیم، چقدر راه داریم تا به اون آزادیه، به اون برابریه، به اون حق مسلممون که واقعا زندگی کردن آزاد و رهاست بخوایم برسیم. میدونیم از این لحاظ خیلی ناامید شدم، چون فکر میکردم که به نقطه های خوبی ما رسیدیم، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که اخیراً تو کشورم افتاد فکر میکردم به اون درجه های خوبی رسیدیم، به اون برابری تا حدی رسیدیم مردم حداقل یکم فکر نمی‌کردم دیگه همچین آدمایی بخوام وجود داشته باشن. اونم کسی که خودش مثلا توی پیجش من ادعایی ندارم ولی این آدم از پیجش میشد دریافت که ادعا داره. و خیلی جالبه یکی مهم دایرکت داد، خودشون پیج کتاب و کتاب فروشی دارن هستن، گفتش که این آدم دوست صمیمی منه و نمیدونم دوست دوران خدمتم و اینا. بعد همینطوری مونده بود که واقعا این چه حرفی بود که زده بود و من اینطوری هم که آره ممکنه خیلی از این آدم کم عقل بیشعور دور و برمون باشن، حتی تو دایره نزدیکمون، و ما نتونیم اون ذات واقعیشون رو ببینیم. و خب حالا anyway رد میکنیم. سوال بعدی پرسیدن که به عنوان یک کتابخون چی کار میکنید که کتابایی که خوندین رو فراموش نکنید؟ کار خاصی نمی کنم. یعنی بعضیا ممکنه که مثلا خلاصه نویسی کنن یا مثلا چیزی بکنن، کار خاصی من نمی کنم. اگه یه کتابی بخواد از ذهنم بره، یعنی اونقدر اون تاثیر نذاره که خب رفته دیگه، اگر اون تاثیر بذاره که خب یادم میمونه. ولی بعضی وقتا مثلا یه کتابی که خوندم، مثلا اول ماه خوندم، حالا اواسط ماه دیگه میخوام براش ویدیو رپ اپ ضبط بکنم، اگه حدودی داستان ایناشو یادم نباشه تو گوگل سرچ میکنم، مثلا سایت های مختلف فروش کتاب هستن، مثلا دیجیکالا، شهر کتاب و اینا که فروش دارن، اکثرا یه خلاصه از داستان کتاب مینویسن، مثلا اونو که میخوام یادم میاد دیگه مثلا چی بود و اینا، ولی کار خاصی واقعا در موردش نمیکنم. سوال بعدی این که چی باعث شد بری سراغ معرفی کتاب؟ من در مورد این موضوع توی اون ویدیویی که گذاشته بودم که مثلا من کیم و اینا کامل توضیح دادم که چی شد اومدم سراغ معرفی کتاب. این بود داستان که خب دوست داشتم در مورد کتابایی که میخوام حرف بزنم و خب جایی نداشتم که در موردشون حرف بزنم، این بود که این کانال زدم. قشنگترین فیلم و سریال خارجی که دیدی؟ قشنگترین فیلم و سریال خارجی که دیدم نمیدونم، ولی مثلا یه دونه سیتکام مورد علاقه دارم، یه زمانی مثلا سریال دکستر رو خیلی دوست داشتم، یه زمانی یعنی مثلا تو اون لحظه دورانی که داشتم میدیدمشون خیلی دوست داشتم. مثلا امیلی این پاریس رو دوست داشتم، خیلی شاد بود فضاش. بعد The Marvelous Miss Maisel رو خیلی دوست داشتم،
اون موقع که میدیدمش. الان مثلا فصل جدیدش اومده دیگه ندیدم، ولی اون موقع که میدیدمش خیلی دوستش داشتم. بعد دیگه چی دوست داشتم؟ مثلا بریکینگ بد اون موقع که میدیدم سالهای اول دانشگاه بود، جوگیر شده بودیم، میدیدم مثلا اون موقع که میدیدمش دوستش داشتم. بعد فیلم هم که خب نمیدونم واقعا، یعنی من مثلا ممکنه توی هر دوران یه چیزی دیده باشم و خیلی بهم چسبیده باشه، ولی الان چیز خاصی یادم نمیاد. سوال بعدی، خانم محترم میشه با هم آشناشیم؟ نه. سوال بعدی، از چه کتابی کتابخون شدی؟ ببین نمیتونم بگم از چه کتابی کتابخون شدم. من لحظه‌ای که یادم میاد، یعنی هر چقدر خاطراتم عقب میره، خاطراتم به کتاب وصله، یعنی همیشه جزئی از زندگیم بوده. من واقعا کتاب خوندن مثلا از بچگیم، همیشه من یه کتاب داشتم، همیشه یه چیزی که واقعا همیشه بوده. نمیتونم بگم از چه کتابی کتاب خون شدم، فکر می‌کنم از همون بچگی همراه هم بوده، یه بخش از زندگیم بوده. سوال بعدی، 10 تا کتاب مورد علاقت. خب من یکم در مورد این سوال میخوام حرف بزنم. یعنی ببین من وقتی فکر میکنم به اینکه الان چه کتابی مورد علاقمه، یا کلا مثلا کتابای مورد علاقه، مثلا کتابی که مثلا بگم من وای من اینو از همون اول که خوندم تا الان واقعا کتاب مورد علاقم بوده، چیزی نمیاد تو ذهنم. یعنی ببین من همیشه فکر میکردم که تو وقتی که توی زندگیت یه کتاب مورد علاقه داری، یه فیلم مورد علاقه داری، یه سبک آهنگ مورد علاقه داری، باید تا آخر به همون بچسبی. اگه بخواد تغییر بکنه یعنی تو آدم یه جورایی وفادار نبودی، مثلا متعهد نبودی به اون علاقه‌ای که داشتی. ولی الان اینطوری هم که نه، آدم‌ها تغییر میکنن. یعنی تو ممکنه که تو طول زمان سلیقت، سبک زندگیت، دیدت، بینشت، همه اینا تغییر بکنه و خب ممکنه که کتابی که مثلا من الان کتاب مورد علاقمه، مثلا 5 سال پیش مثلا کتاب مورد علاقم اشتباه گفتم، مثلا کتابی که 5 سال پیش مورد علاقم بوده ممکنه الان دیگه کتاب مورد علاقم نباشه. چون میدونی بیشتر مثلا کتابا و فیلمایی که میخونم یا حتی آهنگایی که گوش میدم خیلی توی اون دورانی از زندگیم مثلا اینطوری بوده که خیلی بهم چسبیده، تونستم باهاش ارتباط بگیرم و خب الان من تغییر کردم. اوکیه، به نظرم این تغییر کردنه نشونه رشد ماست و خب ما اگه بخوایم تغییر نکنیم، رو به جلو نریم، خب مثل یه مرداب میمونیم یه جا و میگندیم. حداقل برای من اینطوریه. الان دیگه با این قضیه میتونم کنار بیام که مثلا چه میدونم، مثلا من شاید 5 ماه پیش آدمی بودم که هر ماه کلی کتاب میخوندم، ولی این ماه امروز 10 شهریور من توی شهریور ماه حتی یه دونه کتابم نخوندم. اوکیه، اولویت هم الان تغییر کرده، دیدم عوض شده، بینشم عوض شده. مثلا من یه زمانی خیلی آدمی بودم که فیلم‌های هنری و فیلم‌های اروپایی و اینا زیاد میدیدم، ولی الان دیگه نمیبینم. اوکیه، من تغییر کردم، من الان عوض شدم و این خیلی نشونه خوبیه واقعا. یعنی که من رشد کردم، من جوونه های جدیدی زدم و فکر میکنم باید اینو بپذیریم که ما تو طول زندگیمون تغییر میکنیم و اگر که این تغییر رو، این رشد رو بپذیریم، شاید خیلی چیزا برامون راحت تر بشه. مثلا ممکنه که تو توی یه دورانی از زندگیت مثلا یه سری دوستایی داشته باشی که دیگه الان باشون ارتباط نداشته باشی. اوکیه، چون بالاخره سلیقتون عوض شده، زندگی رو به جلو داره حرکت میکنه و این رشد نشونه خیلی خوبیه، این تغییر نشونه خیلی خوبیه. مثلا یه زمانی من چند سال پیش یه تابستونی بود که خیلی کتاب میخوندم. بعد یه دونه کتاب داشتم میخوندم، درختی در بروکلین میروید. درختی در بروکلین میروید. فیلمش هم هستی، فیلم خیلی قدیمی کلاسیکه، فیلمشو ندیدم ولی مثلا اون سال تابستون که داشتم میخوندم، الان که بهش فکر میکنم با جزئیات یه سری چیزا رو یادم. مثلا داستانش در مورد یه خانواده خیلی فقیری بود که یه پسر دختر داشتن و مثلا دختر خیلی کتابخون بود، خیلی اهل داستان و اینا بود. بعد میره مثلا کتاب خونه محلشون، از اونجا کتاب قرض میگیره، مثلا روزی یه دونه کتاب میخونده. بعد مثلا اینطوری بود که مثلا تو طول روز کاراش که تمام میشه، توی ظهر تابستون میره روی مثلا خونه درختیش، اونجا یه کنجی برای خودش داشته، یه لیوان آب با یه تیکه یخ و یه دونه آب نبات با خودش میبرده، میرشسته اونجا کتاب میخونده. بعد مثلا من تو هر موقع که کتاب میخونم و هوا گرمه، یعنی من هر سال تابستون یاد اون میافتم. هر سال تابستون حسی که موقع کتاب خوندن دارم مثل حسم موقعیه که اون کتاب داشتم میخوندم و اون برداشت رو ازش کردم.
یا مثلا ولی مثلا ممکنه الان دیگه برم سراغ کتابش نتونم بخونمش، اوکی من تغییر کردم. یا مثلا ما یه سال رفته بودیم ماسوله، مامانم رفته بودیم ماسوله، بعد با تور رفته بودیم، تور یه روزه بود. بعد ببین مثلا رفتیم اون بالا، اون قسمت خونه هاش و اینا، که از یکی از خونه ها رو که رفتیم داخلش دیدیم داخل خونه کف زمین کلی کتاب چیده بودن. بعد کرده بودن مثلا حالت کتاب فروشی، تو کلی کف زمین دور تا دور خونه رو کتاب چیده بودن، کتابای قدیمی و اینا. بعد من اونجا 2 کتاب خریدم، یه دونه کتاب همنام جونپا لاهیری رو خریدم، یه دونه دیگه یه کتاب خریدم که یادم نیست چی بود. ببین مثلا اون موقع من وقتی که ما از اونجا برگشتیم، من این کتاب رو داشتم میخوندم، این همنام یه جوری به گوشت و پوست و استخون من چسبید، یه جوری از خوندنش لذت بردم که من اون سال یه دونه خرگوش گرفته بودم، بعد اسم خرگوشم از روی یکی از شخصیت‌های این کتاب گذاشتم. بعد ببین هنوزم که بهش فکر میکنم لذت میبرم. شاید الان دیگه دوباره نرم سراغ کتابش، نتونم بخونمش، ولی اون حسی که اون لحظه ها بهم میداد همچنان باهامه و خیلی حس قشنگیه. یا مثلا کتاب پدران دیگری، کتابی بود که من بگم چقدر من با این کتاب گریه کردم، شاید 100 بار خوندمش و 100 بار باهاش گریه کردم، ولی خب الان دیگه شاید نتونم بخونمش، ولی همچنان حسایی که ازش گرفتم باهام هستش. یا مثلا دوران راهنمایی، منم مثل خیلی از 70های دیگه دوران راهنمایی کتابای مؤدب‌پور رو میخوندم و آره عاشق گندم و پریچه‌ک بودم و اوکیه، اون دوران زندگیم دوستشون داشتم. شاید الان یه جایی بگی که من مثلا مؤدب‌پور میخونم هم بگه وای به عنوان یه بوک بلاگر تو چقدر کتابای سخیفی میخوندی فلان. نه چه ایرادی داره، من اون موقع اینا رو میخوندم و دوستشون داشتم. الان دیگه سبکم نیست، الان دیگه مورد علاقم نیست، الان شاید بهشون خیلی نقد داشته باشم، ولی اون دوران میخوندم و خیلی ازشون لذت میبردم. یا مثلا هری پاتر هم همینطور، من دوران راهنماییم چه شبایی تا صبح بیدار نموندم هری پاتر رو خوندم، یعنی واقعا بهش فکر میکنم اینطوریم که کاش درس اونجوری بخوندم. ولی الان مثلا میبینم الان کسایی که باز هم سن و سال منن ولی همچنان هری پاتر خیلی دوست دارن، همچنان به قول خودشون پاتر هدن، ولی من نیستم. من دیگه الان شاید مثلا اصلا فیلمای هری پاتر هم نتونم بشم نگاه کنم و خب اوکیه، من تغییر کردم. اینه که الان در حال حاضر مثلا نمیتونم فکر کنم 10 کتاب مورد علاقم چه کتابایی بوده. الان هم کتاب مورد علاقه ندارم و خب بازم میگم اوکیه، هیچ ایرادی نداره. اگه شما هم این حساری که دارین، اگه شما هم مثل من این حسا رو دارین و مثل من دارین فکر میکنین، اوکیه، میدونی قرار نیست تا آخر عمرمون به یه چیزی بچسبیم، قراره که رشد کنیم، تغییر بکنیم. خب سوال بعدی و سوال آخر اینه که چقدر خرج کتاب کردی؟ خیلی بی نهایت، یعنی واقعا چقدر من پول کتاب دادم و خب اصلا ازش پشیمون نیستم. یعنی مثلا اینطوری هم که خب مثلا پول یه کتابی که دادم فوقش پول یه پیتزا بوده دیگه، میدونی خب اوکیه، دادمش کتابم خوندم، ازش لذت بردم و دارمش و میبینمش، کلی ذوق میکنم و اصلا ازت بابتش پشیمون نیستم. ولی میگم یه بخش بزرگی از درآمدم و اصلا از وقتی خودم کار میکنم یه بخش بزرگی از درآمدم خرج کتاب کردم و خب خیلی لذت بردم دیگه. حسای خیلی قشنگی و این کتاب خریدن رو به زندگیم اضافه کردن، یه جورایی مثل چاشنی غذاه. زندگیم واقعا با کتاب خوندن خیلی زیبا شده و من از این بابت خیلی خوشحالم. همین، اینا سوالایی بود که شما از من پرسیده بودین. اگر که دوست داشته باشین بازم از این باکس ها میذارم توی استوری اینستاگرام میذارم، مثلا میتونین اونجا ازم بپرسین یا مثلا توی لینک ناشناسی که تو کانال تلگرامم گذاشتم اگه سوالی دارین میتونین ازم بپرسین، بازم از این ویدیوها میگیرم. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین بچه‌ها، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.